سلام به همه شما همراهان کانال یوتیوب سنترال پادکست پرشن. خیلی خوش اومدید به این برنامه. بذارید با یه تصویر شروع کنیم. فکر کنید روی عرشه یه کشتی تفریحید، باد میوزه، یه خانم مسن اونجاست، باد زده زیر دامنش اما اون محکم کلاهش رو چسبیده. بهش میگن خب دامنتون. میگه عزیزم این پاها 80 سالشونه، این کلاه رو دیروز خریدم. خب راستش ما هم گاهی اینطوری به چیزای آشنا میچسبیم، نه؟ آره دقیقاً. و حالا اون باد تغییر خیلی شدیدتر شده. با هوش مصنوعی، یعنی داریم از اپل اینتلیجنس حرف میزنیم، جمینای گوگل، متا ای آی، چت جی پی تی، اینا واقعاً دارن همه چیز رو عوض میکنن. زندگیمون، کارمون، ارتباطاتمون. و خب یه ترسی هم هست دیگه، ترس از این که خب نکنه جای ما رو بگیرن. طبیعی این ترس، قابل درکه. برای همینم امروز میخوایم دقیق‌تر به همین نگاه کنیم. ببینیم این هوش مصنوعی با این همه قدرتی که داره چی داره به ما یاد میده در مورد بهتر بودن خودمون به عنوان انسان. یعنی کدوم ویژگی‌های انسانی ما حالا مهمتر شدن. پس اگه موافقید لطفاً همین الان لایک کنید، کانال زنترو پادکست پرشن رو هم سابسکرایب کنید و نظراتتون رو هم برامون بنویسید حتماً. ببینید هوش مصنوعی واقعاً شگفت‌انگیزه، نمیشه انکارش کرد. از آشپزخونه بگیر تا کلاس درس تا مطب دکتر، کارا رو خیلی راحت‌تر و سریع‌تر کرده. سوال میپرسی فوراً جواب میده. یه جمله میدی شاعرانش میکنه. ترجمه لحظه‌ای زبان‌ها، کمک به معلم‌ها برای طرح درس، کمک به کسب و کارها برای نوشتن ایمیل، مدیریت انبار، واقعاً کاربردش زیاده. یه نمونه هست که واقعاً تکون دهنده است. تو ژاپن هوش مصنوعی جون یه زن مبتلا به سرطان رو نجات داد. یعنی پزشکا مونده بودن چرا درمان جواب نمیده. اومدن اطلاعات ژنتیکی اون بیمار و حدود 20 میلیون مقاله پزشکی رو دادن به هوش مصنوعی. کمتر از 10 دقیقه طول کشید. 10 دقیقه؟ آره، 10 دقیقه یه جهش ژنتیکی نادر رو پیدا کرد که اصلا پزشکا ندیده بودنش. و خب این کل مسیر درمان رو عوض کرد. خب آره دیگه، هوش مصنوعی خسته نمیشه، مرخصی نمیخواد، حواسش پرت نمیشه، اینا قدرتاشه. ولی خب همین توانایی‌هاست که اون سوال رو ایجاد میکنه. پس نقش ما چیه؟ و جالبه که جواب یه جورایی توی خود همین هوش مصنوعیه. یعنی هوش مصنوعی با همه کارهایی که میتونه بکنه، داره محدودیت‌های خیلی خیلی انسانی خودش رو نشون میده. داره نشون میده که نمیتونه جای بودن ما رو بگیره. یعنی چی دقیقاً نمیتونه جای بودن ما رو بگیره؟ ببین، میتونه احساسات رو تقلید کنه. خیلی هم خوب تقلید میکنه. ولی احساس نمیکنه. درد رو نمیفهمه. یعنی الگوهاشو تشخیص میده ولی هیچ وقت درد نکشیده. میتونه کلمه متاسفم رو تحلیل کنه ولی هیچ وقت با بغض تو گلو نگفتتش. میتونه آهنگ عاشقانه بسازه ولی قلبش نشکسته. میتونه متن سخنرانی ترحیم بنویسه. با الگوریتم کار نمیکنه. حتی خود پیشگامان هوش مصنوعی، مثلا سم آلتمن تو اوپن ای آی، دارن میلیون‌ها دلار خرج میکنن که هوش مصنوعی فقط باهوش‌تر نشه، بلکه از نظر اجتماعی، احساسی آگاه‌تر بشه، چون میدونن هوش خالی کافی نیست. اون چیزی که کمه، ماییم انگار. دقیقاً. اون عنصر گم شده ما هستیم. این یه جورایی ما رو جلوی یه انتخاب میذاره، درسته؟ اگه پیشرفته ترین ماشینا دارن تلاش میکنن شبیه ما بشن، انسانی تر بشن، پس چرا ما بهترین خودمون به عنوان انسان نباشیم؟ انگار یه فرصته. هرچی هوش مصنوعی هوشمندتر میشه، انسانیت ما ضروری تر به چشم میاد. ارزش ما دیگه شاید تو کاری که میکنیم نباشه، بیشتر تو کسی باشه که هستیم. یه خاطره شخصی بگم سری. سال 96 بود، کریسمس. من بچه بودم. یه نینتندو 64 میخواستم که خیلی نایاب بود اون موقع. پدرم چه سختی کشید برای پیدا کردنش. صبح خیلی زود رفتم فروشگاه، تو صف وایساد، حتی میگفت دعواش شده سر آخریش. با اسکورت پلیس اومد خونه. حالا که فکر میکنم اون نینتندو که خب عالی بود، ولی اون تلاش پدرت. دقیقاً اون کاری که از روی عشق کرد، اون اهمیت دادنه. آره، این همون تفاوته. هوش مصنوعی میتونه لیست خرید بنویسه، بهترین قیمت رو پیدا کنه، اما نمیتونه بره تو مغازه دعوا کنه سر چیزی
چیزی که تو دوست داری. هوش مصنوعی نمیتونه واقعا اهمیت بده، ولی ما میتونیم. نمیتونه کنار دوستی که حالش بده فقط ساکت بشینه. ولی تو میتونی. نمیتونه کسی که درد میکشه رو بغل کنه، اما تو میتونی. نمیتونه غذا و لباس و سرپناه بده. اینا کار ماست. و این کارا رو ماشینا هیچ وقت یاد نمیگیرن. چون از منطق نمیاد که، از عشق میاد، از ارتباط میاد. پس شاید به جای اینکه بترسیم هوش مصنوعی جای چی رو میگیره، باید به اون چیزی تکیه کنیم که هوش مصنوعی داره نبودش رو نشون میده. دنیا شاید آدمای بهینه‌تر نخواد. به اندازه‌ای که آدمای مهربونتر، دلسوزتر و با محبتتر میخواد. دقیقاً. پس دعوت ما از شما اینه. تو این دنیای پر از هوش مصنوعی یه انسان اصیل بمونید. کاملاً همینطوره. هوش مصنوعی سریعتر فکر میکنه، سریعتر مینویسه، سریعتر تصمیم میگیره. ولی فقط ما میتونیم عمیقاً عشق بورزیم، با هم گریه کنیم، چیزی رو خوب کنیم که ماشین اصلاً نمیبینه. قدرت اصلی ما همیشه همین بوده. ارزش ما هیچ وقت تو سرعت و بازدهی نبوده، همیشه تو حضور ما بوده. و خب این سوال رو میخوایم برای شما همراهان عزیز بذاریم. حالا که هوش مصنوعی داره کارهای بیشتری میکنه، شما چطور میتونید آگاهانه اون ویژگی‌های خاص انسانیتون، همدلی، ارتباط عمیق، ابراز محبت واقعی رو تو زندگی روزمره‌تون بیشتر نشون بدید و پرورش بدید؟ اصلا انسان‌تر بودن امروز برای شما چه معنی داره؟ خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید در کانال زنترو پادکست پرشن. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما نظرات ارزشمندتون رو در مورد این بحث برامون کامنت بذارید. مشتاقیم دیدگاه شما رو هم بدونیم. ممنون از همراهیتون.